کسی تا کل هفتم آمده می رسد خوشبخت می شود. یک معجزه‌ای که باید برای شما بگویم این است که هر روز جمعه. سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال شهناز میدیا. امروز ما به شما درباره یکی از معجزه‌های عالم که در تاجیکستان قرار دارد معلومات می‌دهیم. به کانال ابونه شوید و گذاشتن لایک را فراموش نسازید. هفت‌کولی که با اصطلاح دیگر کوههای مرغزار در کوههای فان مینامندش جالبیت‌های خاصی برای خود دارد. یکی از جالبیت‌های هفت‌کول این است که یکیش از دیگرش با رنگ‌های افسانه‌ایش فرق می‌کند. هفت‌کول را بعضاً یکی از 7 معجزه‌های جهان نیز می‌گویند. کل یکم کل میجگان می باشد که از همه زیباترین به حساب می رود و سطح بر در بلندی 1596 متر جایگیر بوده، چقوری آن 20 متر می باشد. روایت است که در زمین های مرغزار آهنگر زندگی می کرد و او 7 دختر زیبایی داشت. یک روز حاکم محلی دختری خردی او را دیده به او دل می بندد، یعنی عاشق می شود. پدر رضا بود که دخترش را به همان حاکم محلی به شوهر دهد، ولی دختر نمی خواست. نام این دختر باشد میجگان بود و در زیبایی همتا نداشت، همچنین خیلی زیرک بود. دختر برای آنکه گپ پدر را نشکند به حاکم محلی چنین شرط می گذارد: اگر حاکم محلی به من قصر افسانوی طلاگی بنیاد کند، من با او ازدواج میکنم. میجگان باوری داشت که او نمیتواند امرش به زودی اجرا کند، اما حاکم محلی چنان که او را بسیار دوست می داشت معجزه آفرید و دوام 40 روز قصر را بنیاد کرد. میجگان دید که شرط او اجرا شده است، دیگر چاره ندارد و همین گونه در روز عروسی خود را از بام قصر می پرتاید. به جایی که او می افتد کل میجگان پیدا می شود. دیگر کلها باشند گویا از اشک‌های ریخته خواهرانش پیدا شده‌اند. هر یک کل رنگ خودش را دارد. کل دویم سایه نام دارد که در بلندی 1700 متر از سطح بحر جایگیر است. درازی این کل 420 متر، پهناییش 100 متر و چقوریش باشد 50 متر می باشد. کل سیوم باشد هوشیار نام دارد. 970 متر درازی، 70 متر چقوری و پهناییش باشد 103 متر می باشد. کل چهارم نافین نام دارد. از دیگر کلها نسبتاً کلانتر می باشد. درازی این کل 2750 متر و برش 180 متر است. کل پنجم خردک نام دارد که درازیش 1880 متر و برش 240 متر می باشد. مرغزار نامی کل ششم می باشد که درازیش 2650 متر و برش باشد
422 متر می باشد. کولی هفتم هزار چشمه می باشد. ساکنان می گویند که کسی تا کولی هفتم آمده می رسد خوشبخت می شود. درازی این کل 2050 متر و برش 454 متر می باشد. در بلندی 2400 متر از سطح بر قرار دارد. در بین این هفت کل، کل چهارم دقت ما را جلب می کند. از جهت مساحت هم وسیع و هم کلان و یک معجزه‌ای که باید برای شما بگویم این است که هر روز جمعه رنگ خود را عوض می کند، تغییر می دهد که هر روز جمعه رنگش سرخ می شود. شما هم روز جمعه بیایید و این تغییرات را ببینید. به اینجا هم روزه سیاحان زیاد می آیند تا با چشمان خود ببینند این همه زیبایی را.